گون الله بیمت و بیدرور نامه که دو دوگنای هستیانی واهندند. استاد عبدالمجید کند. استاد عبدالمجید سال 1937 تا گنجین گوادر یک خانواده لوگیا و دیچم پش کتگند. آیه پت نام حاجی ناگمانند. چه بنو بیها باهو دشتیاری نندوگ بودگند. آیه پیروک چه باهو دشتیاری لردو بوچ کتگو یک کتومدان مردم مروچن گوادر کلان چه یابنندند. چیز سال واجه کراچی وانتگ آیه دینیات استاد خدا بیامرزی مولوی هیر محمد ندوی صاحب بودگ. سال 1954 آیه چه سعیدیه مدرسه گوادر اسکندری لیول چکاس پاس کد. همین مدرسه ها که رندا گورنمنت های اسکول درجه دیگ بود و همین مدرسه اتها استاد یرکنک بود. سال 1968 لوگی زمواریانی گشتر بوگ و روزگاری پریشانیانی سوابا درندیه بود و چه همه درندیهی یا بیوز بود. چیز وحده رند شاعری یا منی دوگنای تهم آواجه ها گامیر کتن تو شعرگوشگی بنا کد. واجه شاعری برز و بلندین مراد و مقصد دارید. بوتی چاگرد مهر و دوستی باز زروکت ایمنی و وشی حدوکین و راستی بیرکداروکین انسان دوست شاعریت. استاد عبدالمجید همین روزنا فکرین چاگرد تها پیدا بودگد. آیه دلا راجی لحرو باهند پدرن که چه همین زرون بشتا ودی بودگد. استاد عبدالمجید نام پروشتگین راجی صوت بزن چوکین بلوچانی سال 1962 و 63 زمانه گن جنرال ایوب سرکار دورانت حق لوٹوکانی حاطرہ قید و بند کنگ بود. گلزمین آزمان ظلم سیاه تهارین جنبران مام پوشتگد بله آیه یلین بچان سرمچاری دود هم برجه داشته. آیان گونگوتی هونان گلین باندات چراغ رو کتگ. استاد عبدالمجید په همه گلین باندات پولین زهگانی راجی سود په همه پولین زهگانی راجی سود پر بستگو آیا یشی زیمور هم ود جور کتگ. استاد عبدالمجید شاعری امید و همت و زگرین باهندانی شاعرین بل بیبونین دشمنی آماس نهند. ای خبره سرپدند که می راجی زندمان تها چوشی مردمان کمی نهند که مدام وتی جند نپوسیتانی حاطرہ راج دشمنین و ردین کارکنوکانی همراهداریا کنند. پمشکا گوشید واجه گوشید انانا بیایت لحتین وشنیت کو دشمن دلار دلا بش ورند پیشدارگا کایند گنبشکندان. راستین گپشند که آیه شاعریا نوکن ادب این لوٹ پیلو کتگ که ادبا زند آدینک بوگ لوٹید. آیه وتی چاگرد وشین و تحلین راستی مارشت و با هند گون وتی جداین اندازه یا بیان کتگن. واجه گوشید مادنین راه اگن راج یلی دن شر بزن روت رونگ راه هنگ سر بید بیگوه بید.
آیه شیرانی دفتر گلیم باندات थे नामा छापो शेंग बुतगो ये किताब را एकेडमी ادبیات पाकिस्तान एवॉर्ड هم داتگ. ये بود استاد عبدالمجید قصه. امیدند که شما را پسند ببید. سلامت و جان دراه باتید. الله شما پشت و پناه باد.